با خوردن یه برش از کیک 3 شیر شکلاتی میفهمی که همه کیک‌های قبل از این سوء تفاهم بودن. برای درست کردنش باید سفیده و زرده تخم مرغ رو جدا کنی. سفیده ها رو یه ذره بزن تا کف کنه، بعد نصفی از شکر رو بهش اضافه کن و کامل مخلوط کن تا فرم بگیره. زرده ها رو هم با مابقی شکر هم بزن تا رنگش کرم بشه و هجین بشه. بعد شیر رو بهش اضافه کن و چند ثانیه مخلوط کن. حالا نصفی از مواد خشک رو به همراه نصفی از سفیده ها بریز توی مایع کیک و فولد کن. بعدم مابقی مواد خشک و مابقی سفیده ها. مواد خشکمون همون آردو، پودر کاکائو و بیکینگ پودر هستن. وقتی که مایع کیک یک دست شد، بریزش توی قالب و بفرست بره توی فرن. از فرن که در اومد بذار کاملا خنک بشه. بعد یه لایه نازک از روی کیک تو جدا کن. کیک رو برگردون توی قالب و با چنگال حسابی سطحش رو سوراخ کن. بعدم سسش رو درست کن. خامه رو با پودر کاکائو مخلوط کن. وقتی کاملا یه دست شدن بهش شیر عسلی رو اضافه کن و در انتها شیر. وقتی سس آماده شد اونو بریز روی تمام سطح کیک و یه سلفون دورش بکش و بذار 4-5 ساعت توی یخچال استراحت کنه. بعدش خام قنادی رو با یه مقدار پودر کاکائو فرم بده و بریز روی کیکت و سطحش رو کاملا صاف کن. بذار دوباره 2 ساعت توی یخچال استراحت کنه و بعد از خوردنش حسابی لذت ببر. نوش جونت.